أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این زنا می باشد که عملی بسیار قبیح است. الله در قرآن گفته است ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. به زنا نزدیک نشوید زیرا عملی فحش است و راهی ناپسند می باشد گفته است. زنا را الله من کرده. سبب های به زنا بردن که فکر کردن و نگاه کردن و گوش کردن این انسان رو به زنا میبرد، این سبب ها رو نیز من کرده است. اگر ما جزای زناکار در این دنیا خیلی که الله گفته است الزانیة و الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، زن زناگر و مرد زناگر را 100 شلاقی بزنید اگر آنها زن یا شوهر نداشته باشند. هر مردی که یا هر زنی که زن و شوهر داشته باشد اگر باز زنا بکند به کسی بیگانه، اگر دستگیر کرده شود با 4 شاهد، حکمشان سنگسار شدن می باشد. این جزا در این دنیا می باشد و در آخرت نیز جزا را پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن. هنگامی که زناگر زنا میکند ایمان از او بردار میشود، میگویند مثل ابر سایه بردار میشود. وقتی که زنا رو تمام میکند باز ایمان بر میگردد. علما میگویند که اصل ایمان باقی میماند، کمال ایمان که کمالش ایمان را زیبا میکند از بین می رود، نور ایمان از بین می رود. یک درخت رو ببینید وقتی که بریده شود ریشهش باقی ماند، او ریشه حتی نیز پوسیده می رود. برای ما ایمانمون رو با کمالش زیبا می کنیم، با روزه و عبادت و با طاعت. عبدالله ابن مسعود میگوید نزد پیامبر آمدم پرسیدم که بزرگترین گناه چی است؟ پیامبر گفتند که شرک آوردن به الله است. سپس باز پرسیدم، گفتند کشتن نفسی بیگناه این گناهی کبیره می باشد. باز وقتی که پرسیدند پیامبر گفتند که با زن همسایه زنا بکنی این بزرگترین گناه می باشد. ببینید زنا را با زن همسایه زنا کردن را نزدیکی شرک آورده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگویند که بعد از من جبرئیل و میکائیل آمدن در شب معراج، به جایی رسیدیم که یک تنوری که بالایش بسیار تنگ است، تگش بسیار وسیع می باشد، در وی زنهای زناگر و مردهای زناگر برهنه آنها را سوزانده می شود. هر بار که آتش شعله‌ور می شود داد و فریاد آنها می براید. امروز دموکراسی خواهان میگویند که اگر مرد و زن اگر راضی باشند او زنا حسابیده نمی شود، رضاگی یکدیگر. نه، اسلامی عزیز، ما قانون اسلام رو بالا میدانیم. این زنا می باشد که بسیار عملی قبیح و جزایش در این دنیا و آخرت می باشد. در حقیقت شخصایی که زناگر هستند جزایشان رو در این دنیا می بینند. عملی است که در این دنیا جزایش رو الله می دهد و در آخرت نیز باقی می ماند کسی بی توبه رود. و نیز بزرگترین گناه زنا این است که با محرم های خود زنا بکند. این گناهی کبیره می شود. پیامبر می گوید من وقع علی ذات محرم فاقتلوه. هر کسی که با محرم های خود خواهر و عمه و دیگر نزدیک های خود به زنا واقع شود او را بکشید. و این در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی که با همسری پدرش زنا کرده است او را به قتل برسانید گفته است. برای این باید ما از زنا دست بکشیم و نصیحت های عالم ها رو بشنویم. و شریعت اسلام شخصایی که شهوت بلند دارن به 4 زن گرفتن اجازه داده است. زن بگیرند و زنا نکنند که دنیا و آخرتشان می سوزد. این بود درباره گناهی کبیره زنا می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.